ای پیشوا خوش آمده، نوری دیدن تاج سر مرحبا خوش آمده. ای مردم شما مسلمانین، بس کنین خیلی پیشوازگیری خوشامدگویی رقص بازی را بس کنین، درست نیست. این رقص بازی، این پیشوازگیری ای اسلام نیست، ای فرهنگ تاجیکی تو نیست، ای بابا و ماما تو نمونده. این کار نکنین ای مردم، هوشیار بشین، هوشیار. شما تقلید بکی کردستین، این تقلید ای، این یک بگونه پرستی ای، یک خرافات بدعت ای. نکنین این کارهای مردم. آیا این گفته های خداوند است یا پیغمبر اسلام؟ محکم و قوی‌تر خواهد شد. آیا این گفته های خداوند است یا پیغمبر اسلام؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و هموطنان گرامی، پیش از همه خداوند قادر یکتای خوب همتا را شکرانه میگم برای تمامی نعمت‌هاش. اما بعد میخوام چند دقیقه اطرافی مارشروفکا و زحمت و مشقت عذابی طلبه ها دانشجوها صحبت داشته باشم. اگرچه چندین بار صحبت کردگیم، چندین بار در این باره صحبت کردگیم، اما بازم میخوایم در این باره صحبت کنیم، زیرا رحمانوف بسیار یک فرهنگی غیر اخلاقی، یک بد اخلاقی، یک تحقیری نسبت به زنها را در جامعه ما و شما روا دیدگی است و جاری کردگی است که ولادیمیر پوتین میگه حتما باید دختری مسلمان گل در دستش بروه او را گل بته. یا داشته باشین 2 سال پیش رئیس شورای امنیت اتحاد اروپا دونالد توسک تاجیکستان اومد، دخترها رفتن او را تعظیم کردن، گل دادن. ایده طرف پیشوازگیری این خرسندی را بین. او کیه؟ او کیه؟ ولادیمیر پوتین کیه؟ دونالد توسک کیه؟ احمدی نژاد پرزیدنت ایران اومد در بارانی سالهای گذشته بود، در تگ باران کودکا و دخترها را بردن. او کیه؟ ژیرنووسکی رئیس LDPR LGBT LDPR ای کیه؟ اومد دخترها رفتن گلش دادن، با روسی شعرش خوندن، رقص کردن. حتی دختری مسلمان در دست اجنبی ژیرنووسکی مسافر دادن که قطیش رقص کرد. ننگ ناموستون کجای انسان و ناموس را بدونید، انسان و ناموس در کجای ناموس؟ دختری مسلمان برای در دست یک اجنبی بتی، در یک مرد بگونه. این تحقیر یک زن است، تحقیر یک مسلمان زن است، تحقیر یک مؤمنه است، تحقیر یک ملت است. ایرا میدونه اینو که نمیدونه، ایرا میدونه اینو که نمیدونه. مارشروفکا رقص بازی درست نیست. با میگم که درست نیست، درست نیست. 2011 قانون برآمد بود، مسئولیتی پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند. پدر و مادر، این همه قانون برای شما که فرزندتون نه فقط برای تعلیم گرفتن، علم آموختن شما اجازت دارین، حق دارین و حتی مجبور شما باید روانشون کنین. مجبور. وقتی که شما دختراتون، کودکاتون به مارشروفکا میره، این به مسئولیتی شما است.
این بی‌مسئولیتی شما ایرو سر قانون از روی شریعت هم این بی‌مسئولیتی این جنایت خیانت شما را بدونین. برای اون ملاگرو را پرسین، اون ملاگروی که میگه جای ننگ جای جنگ درباره کلین خشتمان خسر گپ میزنن، برای پرسین شو که همین مارشروف که رفتن دختر مسلمان یا که کودک یا زن مسلمان دایره و دمره در دستش میروند نزد مردای بیگانه، چه داخلده باشن چه مردایی که خارج میان، آیا درست است یا که نیست؟ که او چی جوابتون میتن اگر او را باور میکنید؟ حرام نمیدونین چیه؟ گناهی کلانه که خداوند نمیبخشه، گناهی کبیره هست. زن مسلمان نزد مرد بیگانه برآمدنش، رقص بازی کردنش، سلام کردنش درست نیست. در کجا گفتگیه؟ در یگان جای شریعت نیست، در یگان گفتار صحابه نیست، در یگان فرهنگ ما و شما، در عرف و عادت ما و شما چیز نبود. این را کجا پیدا شد؟ اوه نمی ملعون آوردش امام علی، نمی ملعون آوردش. این تحقیر شما، تحقیر زن های نمی که بیاری ساعت ها راست بیستن برای 1-2 دقیقه که همون ماشین ها میان با پیش همینو میگذرن، یا که همون میاد در پیش همینو میستن، یا برای با رقص کنن در پیشش که کیف کنن و برای چشم چرانی میگن کو نمی چشم چرانی میکنن نمیو. اگرچه در اینجا رئیس جمهور خارجه، پرزیدنت ها و مهمونا که خارجه می او گناهگار نیستن. اونها نمیگن که ما میان رحمانو ببرار دخترای تاجیکستان ببرار زنهاش ما را پیشواز بگن، او گپا اون نمیگن. اینجا ملعون امام علی گناهگاره که زنها را نم خیلی بیچاره و بی‌صاحب دیده، بیچاره و بی‌صاحب ضعیف دیده گیای، نم خیلی میبرن به پروا میگن ببراین یک ماده ما رقص بازی کنه که پرزیدنت ازبکستان میگه در میدان در هفته‌های گرم شما دیده نه صورت را ایهش میرون فرق نداره، مهمان اول قدر میاد. چی باکی دخترای رئیس ولایت، دخترای رئیس شهر خوجان، دخترای وزیرها نیستند داخل پیشوازگیری. برای کار واقعا تحقیر است، کار بسیار نامشیدنی است، کار بسیار پست است. برای او اشتراک نمیکنن و میفهمن که اشتراک کردن اینجا زحمت عذاب اینجا هیچ فایده نداره. شما ای درس قفا میمونید. چی با در این وقت شما در نام مفتی مکرم مشینید نمیگه که خداوند اولین آیت فرستاد اقرا بود بخون علم. چی با در اینجا نمیگه گپا وقتی ایدی قربان شید، ایدی رمضان شید، اگر بروزی درس توغری اومدن در حال میارن حتما میگن که در اینجا وزارت معارف طلبه ها باید مکتب ده باشن و از اون طرف ملاگرها را، خطیب ها را، نیمچه ملا را وعظ میتن، نصیحت میکنن، قواعدشون میتن که ببرای میگن که خدا گفته که علم بخونن، اید میشوه، اید هست، حتما شما باید مکتب برید. یک ماه نشیده در ولایت سوخ ما 20 نفر شهید دادیم، 20 نفر قربانی به خاطر وطن دادیم. ولی ولایت سوخ ماتم داره، خون خواب داره، میدونین؟ ولی اونجا ماتم زده های. باید اونجا همه زیغ باشه، نه که رقص بازی کنن. یاد داشته باشین 2017 در شهر وحدت جشن وحدتی ملی را میگرفتن در مارشروفکا، در همون میدان استادیوم ده یک دختر 17 ساله وفات کرده بود. یک روز بعدش رحمانوف رفت اونجا رقص باشد، سرود باشد، موسیقی باشد، انا خیلی جشن ها در سطح بلند باشد. همین گپا گفته بود. میدونین این معنی چی داره گپ؟ در بالای ماتم، در بالای بگیم که یک خون و خار برای رقص بازی کنی با همین گپا را بگی خیلی مست بود. اما مردم شما چی؟ شما فرزنداتون مکتب میبرین برای علم گرفتن، 15-20 هزار دلار میتین دانشگاه داخلشون میکنین که بخونن. در یک سال ما جشن نوروزی داریم، جشن بزرگ، وحدت ملی داریم، استقلالیت داریم. یک ماه دو ماه حتما میگه باید این جشن ما در سطح عالی بگیریم. حتما میگه دخترها و بچه‌تون در میدان ها در مشروفکا باشه. این کار درست نیست. این ای فرهنگ ما نیست، ای گذشته های ما نیست، ای دین ما و شما، ای اسلام نیست. این کار
این کار باید ما و شما رحمانوف نمیخواه با این بروا استعفا را با کلام میگیره رحمانوف ای وظیفه رفتن با کلام میگیره رقص بازی ایتاری کیف سفر را ای با کلام نمیگیره که ای با این بروا چون که او کیفی ای دیگر برای شما دلیل در کار است دختراتون میرون تعظیم میکنن خیلی خوشوقت در پیشش چشمش میچرونه سیر میکنه همین بس نیست که همون فاسد یا که فاسق برای کیف کردنش همین دخترها را به طرف خود جلب میکنه و دعوت میکنه که بیاین بایدن بخونین بس نیست همین دلیل برای همین یک نقطه اخیر را میخوام که دقت شما رو جلب کنم که شما از ترس دختراتون میمونه که بروند پیشواز بگیرن رحمانوف اوانگردوش وزیروش رئیسوش حتی مهمون خارجی را ای ترس میمونه او دیگه باد هوا را نگاه نمیکنه که آخه باران کودکانه باران تاگی باران دا ایستادن برف دخترای نازنین تونه 18 سال 20 سال کلان کردگین میموننش میره شما دیگر آخه دمی دنیا شما فرزند خودتون اقلا صاحبی کردن نتونین شما زندگی را چی در کار دمی دنیا بدن شما چی در کار فرزند خودتون شما صاحبی کردن نمیتونین به نظر هم مهمانای خارجی مهمانای داخلی نم مارشروف و پیشوازگیری و رقص بازی رفتن یا که راضی شدن روانشون کردن این به مسئولیتی شما ای فرزندتون بیزار انز نچید این من معنی را داره شما ای ترس میمونین دخترتون بروند شما یک کار کنین همین نقطه آخرم همیه وقتی ای ترس میمونین دختراتون بروند کودکاتون بروند فرزنداتون اما را درس بتین یا یکی تعلیم بتین بخونین در گوششون همون فرزنداتون اگر گوش کرده باشن یک کار کنین شما در نزد مهمانهای اولی قدرشون شما خودتون بغلتونین در زمین گویا که شما ایهش رفتین تمام کردین خودتون بغلتونین یا 20 نفر هم خیلی هر جا چه بغلتونه رحمانوف شرمنده بکنین شرمنده چندین بار در نزد رحمان خیلی غلطیدگی بدن ما یاد داریم در 2017 در ولایت مختار کوهستان بدخشان در شمال ورتالیاتش یا دختر غلطیده بود پاچه شکسته بود حتی رئیس فرودگاه خاروق در شمال ورتالیات زد سرش در سنگ زد مرد رایت بروردیم در غرم در رشت کوها در برآمدن او بیرقتی پیشوای ما خوش آمد یک دختر چپه شده بود غلطید لینگ شکست شما ایتون بروردن یه خیلی حدیث را انا میخواد در نزد مهمونهاش خطونا بغلطونین که شرمنده شود و از این کار دست بکشه اگرچه باز هم میگم که این از این کارش دست نمیکشه رحمانوف هیچ باور نمیکنیم که ای خیلی کیف صفا این دست بکشه یعنی توبه کنه شما را نمونه که پیشوازگیری بیاین شما را نمونه که خشامتش بگین رقص بازیش کنین استعفا را با کلام میگیره مردن با کلام میگیره این رذیلی کثیف مردن با کلام میگیره و این کیف صفا را بگیم که پرتوفتنی نیست یا که بس کردنی نیست برای همین مردم شما پدر مادران مسئولین فرزنداتون را صاحبی کنین سر راهشون بگیرین سلام علیکم و رحمت الله و برکاته رقص باشد سرود باشد موسیقی باشد انا همین که چاربینی های فرهنگی سطحی بلند باشد